این روزا مردم بیشتر از اینکه بخوام برن سراغ امانگاس و اون رو بازی کنن، میرن سراغ بازیایی که مشابه امانگاسن اما بهترن. مثلا لاکداون پروتکل که این روزا دارید میبینید ویدیوهای مختلفی ازش وجود داره و خیلی از یوتیوبرها مشغول بازی شدن. و خب شاید این سوال براتون مطرح بشه که اصلا امانگاس چی شد؟ بازی که 3-4 سال پیش کل جهان مشغول تجربهش بودن، همه داشتن بازیش میکردن، در موردش حرف میزدن، یهو انگار محو شد. همین امروز صبح هم یه خبری اومد که امانگاس 3D قراره که منتشر بشه. بازی که قبلا برای VR اومده بود و شما میتونید با استفاده از هدست‌های VR تجربهش کنید، برید تو دل سفینه فضایی و تمام تسک‌ها رو خودتون از دید اول شخص انجام بدید. اما الان میتونید همین کار رو بدون VR و روی PC یا حالا کنسول و هر دیوایس دیگه‌ای که دارید انجام بدید که یه آپدیت خوبه برای بازی. اما منتهی به این میشه که مجدداً امانگاس زنده بشه و ببینیم که پلیرها میان به سمتش. من بعید میدونم، اما بیاید برگردیم سراغ داستان اصلی و سال 1986. چرا اینقدر باید برگردیم عقب؟ چون میخوام برسم به ریشه های بازی مافیا. اون زمان بازی مافیا شکل گرفت، دیگه خودتون میشناسید، میدونید چه اتفاقی داخل بازی میفته و احتمالاً خودتون هم تجربهش کردید. بر اساس ایده مافیا، یکی از کارکنان استودیوی اینرسلات که تو بچگیش داشت مافیا بازی میکرد و خیلی دوستش داشت این سبک رو، اومد و مطرح کردش که ما میتونیم بریم یه دونه بازی بسازیم که از همچین قواعدی استفاده کنه و مردم بیان دنبال این بگردن که کی ایمپاستره یا کی اون شیادیه که میخواد دیگران رو بکشه و برای اینکه بتونن نجات پیدا کنن همزمان یا باید اون فرد رو پیدا کنن یا اینکه تسکایی که به عهدهشون گذاشته شده رو با موفقیت انجام بدن و از اون سفینه کذایی فرار کنن. این ایده اولیه شکل گرفت و استودیوی اینرسلات که تا قبل از اون به خاطر ساخت بازی هنری د استیکمن به شدت معروف و محبوب شده بود، تصمیم گرفت که کلا یه تغییری ایجاد کنه و بره سمت بازی که مولتی پلیره و شما میتونید همراه با دوستاتون به این سبک و فرمی که من گفتم تجربهش کنید. اومدن بازی رو ساختن. ایده ابتدایی این بود که یه دونه مافیا توی فضا بخوان بسازن و پیش رفت ایده و در نهایت گفتن که خب این اسم جالبی برای بازی ما نمیتونه باشه که بیایم مثلا بهش بگیم اسپیس مافیا. پس اومدن اسمش رو گذاشتن امانگاس یا یک فردی در میان ما، یک چیزی در میان ما و اسم فوق‌العاده‌ای هم بود. منتها زمان رفت جلوتر و توی سال 2018 بازی به جایی رسید که بتونن منتشرش کنن. اولین هدفی هم که داشتن انتشار روی موبایل برای موبایل گیمرها بود. بازی منتشر شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. استدیویی که تا قبل از این هنری د استیکمن رو داشت که کلی یوتیوبر براش ویدیو ساخته بودن، بازی فوق‌العاده‌ای بود، به شدت فان بود این بازی. یعنی اگر تجربهش کرده باشید میدونید که لحظه به لحظهش اتفاقاتی که توش میفته اصلا فوق‌العاده بود و شاید انتظار داشتن که اون کامیونیتی که انقدر هنری رو دوست داشته بیاد و امانگاس رو هم تجربه کنه، اما نیومدن. دلیل قانع کننده‌ای هم وجود داشت. برای مثال خودشون برگشتن گفتن که ما مارکتینگمون افتضاحه. مثلا یه دونه بازی که ریلیز نمیدونستیم الان چی کار کنیم، مثلا یه توییت زدیم در موردش که امانگاس منتشر شده بیاید بازیش کنید و بعد خب هیچکس نیومد چون اصلا نمیدونستن امانگاس چیه که بخوان مردم بیان و تجربهش کنن. چه هایپی ایجاد شده بود برای بازی، چه اتفاقی افتاده بود واسش و این رو گذاشتن کنار. بعد بازی واقعا بد بود، یعنی روی یه دونه پلتفرم فکر کنم اندروید هم اول منتشر شده بود، در دسترس بود کلا و مولتی پلیر هم نداشت. یعنی شما وارد بازی میشدید می‌خواستید چیکار کنید، نمیتونستید با دوستاتون بازی کنید، نه اتفاقی خاصی توش میافتاد و خیلی از این امکانات و مکانیزم‌هایی هم که مثلا توی امانگاس الان دیدید و براتون آشناستم وجود نداشت. خیلی از تسک ها وجود نداشتن و کلا خیلی ساده تر بود. بعد به این نتیجه رسیدن که اوکی بیایم روش کار کنیم، ناامید نشیم، نذاریمش کنار، همچنان ادامه بدیم پروسه ساختش رو و این کارو انجام دادن. تسکای بیشتر اضافه کردن. بزرگترین کاری که واسش انجام دادن این بود که مولتی پلیر رو بهش اضافه کردن و حالا شما میتونید یا به صورت عمومی برید توی سرورهای دیگه و با بقیه پلیرها بازی کنید یا اینکه دوستاتون رو جمع کنید، یه دونه روم بسازید و مشغول بازی بشید و تمام اینها پیش رفت. منتها مثلا هر ماه یه 100 تا پلیری به بازی اضافه میشد، چون اون اوایلش حتی زیر 100 تا پلیر یوزر داشت که بخوان تجربهش کنن و شرایط وخیم بود و هی داشت پیشرفت میکرد، میرفت جلوتر تا اینکه یه اتفاقی برای دنیا افتاد و کل جهان رو تحت تاثیر قرار داد و امانگاس یهو تبدیل شد به یه راه حل بزرگ. چه اتفاقی افتاد؟ اواخر سال 2019 یا اوایل سال 2020 کووید 19 یا همون کرونا توی جهان شیوع پیدا کرد و کل جهان وارد یک قرنطینه شدن که الان وقتی در موردش صحبت می‌کنیم انگار 100 سال پیش، خیلیامون فراموشش کردیم، ولی واقعا همین 4-5 سال پیش بود و هممون تجربهش کردیم و زندگیش کردیم و ازش زنده بیرون اومدیم. و زمانی که این اتفاق افتاد خب تمام افراد موندن داخل خونه و کانتنت ها به
شدت محبوب تر شدن، یعنی مردم تایم زیادی داشتن برای اینکه بخوان بگذرونن و دنبال سرگرمی و تفریح باشن و از اون سمت تولید کننده های محتوا چه تو قالب ویدیوهای یوتیوب چه به صورت استریم دنبال سوژه هایی میگشتن که هایپ باشن، برن سراغش، ویوهای زیاد بگیرن و طبیعتاً بتونن که مخاطب‌هاشون رو راضی نگه دارن. امانگاس بازی بود که دقیقاً مناسب این فضا بود. یک سری آدمی که توی یک محیطی گیر افتادن، دوست دارن ازش فرار کنن، اما 1 2 3 نفر وجود دارن که میخوان بکشنشون و جلوشون رو بگیرن. و این سناریو باعث میشد که وقتی افراد در کنار همدیگه قرار میگیرن بتونن نقش بازی کنن، بتونن تاثیرگذار باشن روی یک اتفاقی و بابت خوب بازی کردن یا بد بازی کردنشون فیدبک بگیرن از مخاطب و جذاب شد. حتی کامیونیتی های مختلف، افرادی که فکرش رو نمی‌کردید اومدن وسط شروع کردن بازی کردن، استریم کردن. دریم تبدیل شد به یکی از موفق ترین پلیرهای امانگاس، کسی که داشت مثلا توی ماینکرافت منهانت رو توی اون سالها اجرا می‌کرد و به شدت ویو بالایی داشت، اومد یا مثلا از کامیونیتی همه داشتن بازی می‌کردن و یهو امانگاس تبدیل شد به اون بازی هیتی که همه اسمش رو شنیده بودن، یا داشتن کانتنتش رو دنبال می‌کردن یا داشتن خودشون بازی می‌کردن. با خودمون اون زمان شب‌ها که از دفتر و سر کار برمیگشتیم خونه، همه دور هم دیگه جمع می‌شدیم، می‌رفتیم توی یه سرور 10 نفر 12 نفر یادم نیست چند نفر بودیم و شروع می‌کردیم بازی کردن با هم دیگه. فقط کم کم تبدیلش کردیم به ویدیوهایی که همتون تماشاش کردید و می‌دونید دارم در مورد چی صحبت می‌کنم و ما هم یعنی این مسیر رو طی کردیم. ما هم دقیقاً تو همین موج بودیم، همونطوری که شما هم تجربهش کردید و حتی کار به جایی رسید، چون توی اون بره از زمان آمریکا درگیر انتخاباتش بود و ریاست جمهوری بود که بایدن و ترامپ جزو کاندیدها بودن و به شدت درگیری‌ها بالا گرفته بود و حتی از سیاستمدارها هم وارد بازی شدن و مثلا 2 نفر از خانم‌هایی که اون زمان توی سیاست بودن اومدن و رفتن توی استریم پوکیمین شروع کردن به بازی کردن، چون حتی دیگه داشت یه جورایی این کامیونیتی که شکل گرفته و انقدر توجه رو به خودش جلب کرده ارزشمند میشد برای اینکه بخواد تبلیغات سیاسی توش صورت بگیره. و این استریمی که دارم در موردش صحبت میکنم به 700,000 ویور همزمان رسید و یه رکوردی برای خودش ثبت کرد توی اون زمان که بی‌نظیر بود و این نشون میده که حتی یک بازی ویدیویی وقتی انقدر موفقیت آمیز ظاهر میشه ازش استفاده های مختلفی کرد که این فقط یکیشه. و خلاصه این دوران با امانگاس، با ویدیوهاش، با بازی کردنش گذشت، اما نباید نادیده گرفت که امانگاس یک هسته اصلی داشت و این هسته اصلی تا کجا میخواست پیش بره، چقدر میخواست تجربه بشه. میدونم الان مثلا به ویدیوها یا مثلا برنامه‌هایی که بر اساس مافیا دارن ساخته میشن نگاه کنید، همین ایرانی ها رو ببینید اصلا که چطور افرادی واردش میشن یهو شروع میکنن به بازی کردن، مردم میبینن چقدر ماهرن، چقدر خوب بازی کردن و خب درسته یک سری رول هایی اضافه میشه به بازی، یک سری نقش هایی میاد جذابترش میکنه برای یه بازی زمانی، اما بعد در نهایت شما میگید که خب بازی بازم مافیاست، شما هی باید یه قاتل رو پیدا کنید، هی باید یه سری کارا انجام بشه، یه سری صحبت ها صورت بگیره و تا کی میخواد این روند ادامه پیدا کنه؟ امانگاس بعد از یه بازی زمانی به شدت تکراری شد برای مخاطب‌ها. خیلی‌ها کنارش گذاشتن، خیلی‌ها دیگه به اندازه کافی ازش دیده بودن و دیگه نمیدونستن انتظار چی رو باید داشته باشن. و تو این بازی زمانی هم اینر اسلات با یه چیزی مواجه بود که خب برای هر استودیوی بازی سازی رویا محسوب میشه. آماری که ثبت شد اون زمان این بود که 100 میلیون دانلود داشت روی تمام پلتفرم‌ها و تو ماکسیموم 3.8 میلیون پلیر داشتن تجربهش میکردن که خیلی آمار فوق‌العاده‌ایه برای یه بازی که اول با شکست مواجه شده بود و بعد یهو به همچین موفقیتی میرسه. این بازی زمانی گذشت. اینر اسلات مشغول این بود که بخواد یه سری کارها برای بازی انجام بده ولی کافی نبود. نتونست پلیرها رو نگه داره. کم کم کووید به پایانش نزدیک شد. مردم برگشتن به زندگی عادیشون. بازی‌های دیگه‌ای مثل ولهایم هم توی همین بازی زمانی منتشر شدن و رقابت سنگینی ایجاد کردن، چون سروایول ها به شدت داشتن محبوب می‌شدن بین گیمرها. خیلی از این پلیرها رفتن اون سمت که بخوان اونها رو تجربه کنن و طبیعتاً یه چیز جدید داشته باشن. و توی این بازی زمانی اومدن و تصمیم گرفتن که خب بیایم یه سری تغییرات ایجاد کنیم. برای مثال مپ هنری د استیکمن برای امانگاس منتشر شد که بازم اتفاق خوب و جالبی بود. بازم یکم پلیرها رو برگردون، مخصوصا اونایی که عاشق هنری د استیکمن بودن و دوست داشتن که توی محیط امانگاس یا با قوانین و شرایط امانگاس بتونن توی اون مپ بازی کنن. اما کافی نبود. وقتی مثلا ورژن وی آر منتشر شد، خب خیلیایی که دسترسی به وی آر داشتن رفتن
بازی کردن، ولی مگه چقدر از افراد یا گیمرها وی آر دارن؟ من خودم هیچ وقت امانگاس وی آر رو تجربه نکردم و اسکیپش کردم کاملا، چون برام مهم نبود. میدونستم قراره چه اتفاقی بیفته داخل بازی. خیلی از بازی‌های دیگه هم اومدن و مپ مثلا امانگاس رو اضافه کردن. فورتنایت یکیشون بود که دوباره کلی پلیر پیدا کردن و حالا داشتن توی یک مپ جدید با ستینگ و ستاپ جدید، نقش‌های جدید، مکانیزم‌های جدید سعی می‌کردن که اون پلیرهایی که از امانگاس خسته شدن رو به خودشون جذب کنن. و فراموش هم نکنیم که اصلا این سبک از مردر میستری ماینکرافت و روبلاکس نشأت گرفته بود و از اون سمت هم ایده پردازی شده بود که چه شکلی باید انجام بشه. خب تمام این مپ ها توی ماینکرافت و توی روبلاکس، توی فورتنایت هم هنوز در دسترس بودن و پلیرها داشتن تجربهشون میکردن و خیلی از بازی های دیگه، خیلی از ریپاف ها اصطلاحاً یا بازی هایی که شبیه به اون بازی اصلی هستن ولی تم متفاوتی دارن و برای خودشون سعی میکنن اسم و رسم رقم بزنن هم وارد ماجرا شدن. مثلا این لاکداون پروتکلی که دارم میگم اخیراً خیلی جذاب شده و خیلی دارن ویدیو میسازن، بازی میکنن و تمام اینها باعث شد که امانگاس فراموش بشه، کم کم پلیرهاش رو از دست بده، نتونست پا به پای با بقیه بازی‌ها جلو بیاد، نتونستن آپدیتش کنن، چیزای جدید بهش اضافه کنن، همچنان جذاب نگهش دارن و داریم می‌بینیم آخرین چیزی هم که قراره به بازی اضافه بشه، آخرین اتفاقی که حداقل خبرش به گوشمون رسیده اینه که مثل بازی‌های دیگه‌ای که اول شخص اومدن و این رو اجرا کردن، مودش رو اضافه کنن. اما خب تو هنوز باید برگردی توی اون مپ، هنوز باید اون تسکا رو انجام بدی. تو این بار اول شخص چقدر قراره جذاب باشه؟ شاید من برگردم به بازی، تجربهش کنم برای 1 ساعت و بعد بگم همون چیزیه که قبلا دیده بودم، قرار نیست اتفاق جدید و عجیبی توش بیفته و کل جذابیتش رو برای من از دست بده. نمیدونم شما چی فکر میکنید؟ ممکنه امانگاس روزی مجدداً برگرده، قوی ظاهر بشه، به اون اعداد و ارقام که طبیعتاً نمیرسه اما 1/10 رو میتونه ثبت کنه مجدداً؟ تو قسمت کامنت ها بیاید در موردش صحبت کنیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.